سلام دوستان عزیزم، بنده علی اکبری و اینجا یک قسمت از دوره آموزشی صرافی تثبیت که میخوام توی این قسمت بهتون یاد بدم که چطوری در حالت اثبات صرافی به هر حال معامله انجام بدید. یعنی که صفحه اثبات صرافی بهتون میارم، بهتون میگن که چطوری در حالت اثبات میخواید معاملات خودتون رو انجام بدین. قبل از اینکه بخوایم معاملات اثبات رو به هر حال انجام بدیم توی سایت بهتون توضیح بدم، یک تعریفی از معاملات اثبات میخوام براتون داشته باشم. حالا در صورتی که خیلی آشنایی ندارید با این مباحث، میتونید برگردید توی سایت آکادمی آموزش ترید و توی سایت ما دوره رایگان صفر تا مادر مشاهده کنید. دوره‌ای که به هر حال با دیدن این دوره قطعا شما میتونید وارد بازارهای مالی بشید و با دیدن این دوره 100% میتونید به بازار مسلط بشید که از صفر شروع شده و تا به هر حال حرفه‌ای ادامه داره. خب معاملات اثبات در برای دوستانی که بلد نیستن، ببینید اصلا چه تفاوتی دارن با هم دیگه. شما در حالت اثبات یک ارزی رو می‌خری و برای بلند مدت میتونی برای خودت نگهداری کنی. پس اگر هدفت هولد کردنه یا اصلا نمیخوای توی صفحه فیوچرز معامله انجام بدی و پس طبیعتا باید بیای توی حالت اثبات معامله انجام بدی. در حالت اثبات شما صرفاً در صورتی میخواین توی مارکت سود کنید که قیمت رشد کنه. یعنی فرض میکنیم یک ارزی رو میخرید مثلا یک قیمتی، بعد مثلا 1000 تومان میخرید، یک دونش 1000 تومانه، این در صورتی که بشه 1200 تومان 500 تومان هر چقدر که از این 1000 تومان قیمتی که خریده بودی رشد کنه شما میخوای سود کنید. در صورتی که قیمت اومد پایین تر، حالا مالک کل دارایی تو هستی، میتونی با ضرر بفروشی، میتونی نگهداری کنی مجدد قیمت برگرده و بعداً بفروشی. در حالت کلی بهتون بگم که شما در حالت اثبات اولا معاملات اثبات معاملات یک طرف هستند و شما صرفاً از بالا رفتن قیمت میخواین سود کنی، ولی معاملات فیوچرز معاملات دو طرفه هستن. یعنی هم بالا رفتن میتونید سود کنی، هم از پایین رفتن که دست خودت. حالا توی قسمت‌های بعد مفصلا این موضوع رو میخوام عملی بهتون توضیح بدم و روی چارت معامله انجام بدم و شما این موضوع رو به هر حال باهاش آشنا بشید. خب این در مورد معاملات اثبات و فیوچرز. حالا من میخوام برم توی صرافی تثبیت و صفحه معاملاتش رو بیاریم. من توی قسمت‌های قبل در مورد نحوه عرض کنم آشنایی با این صرافی بهتون گفتم، بعد نحوه ثبت نامش بهتون گفتم، موارد امنیتی رو گفتم. اگه ثبت نامت انجام ندادی توی این صرافی، از طریق لینک زیر درس ها ثبت نامت رو توی این صرافی انجام بده و 50% تخفیف توی کارمزد معاملات و اینکه تا $250 بونس برای ثبت نامت دریافت کنید که این بونس های متعددی براتون دریافت میشه، واریز میشه و اینکه شما میتونید به هر حال توی یک رویدادهای این صرافی ثبت نام انجام بدید و از همه مهمتر از طریق لینک زیر درس اگه ثبت نام رو انجام داده باشی، خدا نکرده به مشکل خوردی، پولت گیر کرده، هر مشکل دیگه خوردی، به راحتی ما میتونیم مشکلات رو برات پیگیری و حلش کنیم. و این خدمات برای کاربرانی که به هر حال توی این صرافی کار میکنن ولی کاربر ما نیستند پولی انجام میشه، ولی برای کاربر خودمون این موضوع رایگانه. خب میریم روی چارت و صفحه صرافی رو بیاریم. صفحه اصلی صرافی تثبیت هستم من و یک مرور میکنیم به مواردی که توی قسمت‌های قبل توضیح دادیم، بحث منوهای این صرافی. و من الان وارد اکانتم شدم و میبینید که وقتی که لاگین کردم اینجا واسه من یو آی دی من رو نشون میده و اینجا یک آواتار یا علامت آدمک میاد و من میتونم اینجا بزنم و وارد صفحه تنظیماتش بشم. حالا من میخوام که وارد صفحه معاملات بشم. ببینید اثبات رو میزنم اینجا، گزینه‌هایی که وجود داره بای کریپتو، مارکت و اثبات. اگر ما بای کریپتو رو بزنیم، عرض کنم که اینجا معاملات پی تو پی رو داریم. بعد عرض کنم که گزینه‌های دیگری که حالا شما نمیتونید استفاده کنید از این گزینه زیاد عرض کنم که کاربرد نداره برای ما وارد صفحه اثبات میشیم و قراره که در حالت اثبات توی این صرافی معامله انجام بدیم. یعنی اینجا معاملاتی رو برای خودمون داشته باشیم. میخوام بهتون بگم که چه گزینه‌هایی به هر حال روبروی شما هست و از این گزینه‌ها میتونید استفاده کنید. من زبان انگلیسی بهتون توضیح میدم، حالا دوستانی که از زبان فارسی هم استفاده میکنن به اونها با زبان فارسی توضیح میدم. اشاره میکنم بهتون خیلی جزئی ابزارهایی که توی تریدینگ ویو خدمت شما هست، حالا اینجا هم قرار داده شده که البته جزئیات این رو توی دوره صفر تا معامله خیلی مفصل بهتون گفتم که میتونید از سایت آکادمی آموزش دوره صفر تا معامله با کاور زرد رو مشاهده و تامیناتش رو از این قسمت به پشتیبانی سایت ارسال بفرمایید. خب من میام اینجا و عرض به خدمت شما که توی این قسمت، یعنی که بخش اثبات صرافی که الان مشاهده میکنید، من میخوام توی این قسمت بهتون بگم شما چطوری میخواید معامله انجام بدید. در گام اول دقت کنید، ما اینجا اوردر بوک رو داریم و یعنی اوردرهایی که کاشته شدن، بحث به هر حال
خریداران و فروشندگان که در موردش به هر حال صحبت میشه، یعنی سفارش‌های خرید و سفارش‌های فروش و قیمت حال حاضر، یعنی الان روی چه قیمتی هستش و بیشتر این که ببین 66% بایرها و اینکه 34% روی سل این ارز در حال حاضر. خب این لحظه عوض میشه. بعد از کنم خدمت شما که اینجا بعد مارکت ترید رو داریم، بعد اینکه معاملاتی که انجام شدن و قطعی شدن و تموم شده است. اوکی، با اینا زیاد کاری نداریم و این هم قیمت فعلی ارز بیت کوین هستش که الان دارید مشاهده میکنید. در لایو مارکت هستیم و این رو من میبندم. من حالا میخوام یک ارزی رو بخرم. چطوری میتونم بخرم؟ ببینید برای اثبات شما دو گزینه دارید اینجا. گزینه ببینید بای داریم و سل داریم. بای یعنی خرید و سل یعنی فروش. شما یک ارز رو خریدی و میخوای اون رو بفروشی، از این گزینه استفاده میکنی. حالا من میخوام یک ارزی رو در همین قیمتی که الان هست، دقت کنید اینجا بخرم. میخوام بهتون بگم که در چه حالت‌هایی من میتونم این رو بخرم. حالا زوم میکنم براتون و بذارید این ابزارها رو حذفش کنم، چارت رو خلوت کنم. من زیاد با ابزارهای اندیکاتور حال نمی‌کنم خودم. خب میایم اینجا این گزینه که ببینید زده رو اینو میزنیم، این 4 زده یعنی که 4 تا ابزار داریم. ما اینجا زبده رو میزنیم و اینا رو کلا حذفش میکنیم و یک چارت خلوت میاریم که به راحتی بتونیم به هر حال معامله کنیم. و پیشنهاد من برای دوستان همیشه این بوده که توی تریدینگ ویو تحلیل و برگردن اینجا معامله انجام بدن و این بهترین حالتی است که میتونیم به هر حال باهاش کار کنیم. خب من اینجا الان میخوام این ارز بیت کوین رو بخرم و پیش بینی کردم بر اساس تحلیل من عرض خدمت شما که این قیمت بیت کوین میخواد اینجا رشد کنه به این سمت و بره بالا. اوکی، من اگه بیام در حالت مارکت معامله انجام بدم، در حالت مارکت حق تعیین قیمت ندارم. فرض کن بیت کوین الان هست $79000، من نمیتونم بگم که 79000 مثلا 740 مثلا 5 من میخوام خرید بزنم، اصلا حق تعیین قیمت ندارم. میام اینجا در حالت مارکت فقط اندازه میتونم تعریف کنم. میگم آقا فرض میکنیم اندازه $100. حالا اینجا من توی این اکانت چون آموزشی موجود ندارم، من اینجا عدد میزنم، میگم که آقا $100 برای من اینجایی که مشاهده میکنید، میگم آقا اندازه $100 برای من خرید بزن. و وقتی که بای رو زدم، الان سل زدم، به بای رو زدم، دقت کنید من عدد رو تعیین میکنم اینجا و وقتی گزینه بای رو زدم میگم اندازه $100 برای من خرید بزن. اگر بای رو بزنم، بای BTC، برای من خرید اتفاق میفته و شما در این حالت نمیتونید. و حالا در حالت عادی کلی بگم اسپات، در حالت مارکت و لیمیت شما نمیتونید حد ضرر تعیین کنید. پس اگر اومد پایین اونجا باید خودت دستی بفروش. اوکی، حد سود و حد ضرر فقط توی عرض کنم که معاملات فیوچرز میتونید بذارید. پس حد ضرر در معاملات اسپات نداریم ولی حد سود رو میتونی بذاری. اوکی، من اینجا بای رو اگر بزنم برای من توی این موقعیت معامله باز میشه. حالا قیمت اومد به اینجا رسید، من میام اینجا و میزان دارایی خودم رو انتخاب میکنم و گزینه سل رو میزنم و مجدد سل رو میزنم. در اون حالت برای من فروش اتفاق میفته در قیمت فعل مارکت. حالا اگر من حالا بخوام از گزینه لیمیت استفاده کنم، لیمیت خیلی مهمه. دقت کنید شما در صورتی که پیش بینی کردی همین الان قیمت بیت کوین هست $79000، من پیش بینی کردم قیمت اینجا میخواد به این سمت، یعنی فرض میکنم بیاد پایینتر اینجا رو بزنه و از اینجا مجدد ما یک رشدی رو خواهیم داشت به این سمت. اوکی، حالا من رنگ اینو تغییر میدم که شما راحت بتونید موضوع رو درک کنید. خب من میگم که آقا میام اینجا گزینه لیمیت رو میزنم و میخوام بای بزنم. اوکی، یعنی اینجا رسید بای میخوام بزنم. پس دقت کنید شما برای اینکه لیمیت رو استفاده کنید، اگر میخوای بای بزنی قیمتی که توی بخش مربوطه یعنی پرایس وارد میکنی باید از قیمت فعل پایین باشد. اگر میخوای سل بزنی باید بالا باشد. اگه حالا من بخوام بای بزنم و بالا بزنم که خب طبیعتا یک نفر هست که واسه من قیمت بالاتر بفروشه، پس حتی ما اینو درست بزنید. اوکی، من پیش بینی کردم قیمت خود به اینجا و از اینجا دوباره رشد کنه بالا. میام اینجا قیمت میزنم، اینجا چنده؟ 78791. من میزنم که 78791 که قیمت اومد اندازه مثلا $100. اوکی، اینجا حالا میگه اندازه میگم $100 برای من توی این بخش چیزه اینجا وارد میکنم عدد رو، بعد میگم که اندازه اینقدر مثلا حالا چند تا بیت کوین برای من خرید اتفاق بیفته. اگه بای رو میزنم اینجا اوردر واسه من کاشته میشه، زمان که قیمت به اینجا رسید برای من این معامله باز میشه و اگه بره بالا طبیعتا میخوام سود کنم، حالا پایین اومد که طبیعتا میخوام ضرر کنم. پس این از این موضوع. حالا
مورد بعدی، حالا پس این از این مورد بعدی اینکه ما اگه می‌خوایم سل بزنیم، ببین دقت کنید مورد سل. من ارزی رو خریدم، الان این ارز رو دارم، میخوام قیمت به اینجا رسید، واسه من فروش اتفاق بیفته، میگم که این قیمت مثلا 80000، اینجا میذارم قیمت اگر به 80000 تا رسید، برای من حالا کل موجودی رو مشخص میکنم، به گزینه سل رو میزنم و اینجا برای من سل اتفاق میفته. حالا پس این از گزینه، حالا هم از مارکت و هم از لیمیت صرافی تپید یادتون گفتم چطوری معاملات رو در حالت اثبات انجام بدید. و گزینه‌های دیگری که اینجا وجود داره، بحث اوپن اوردرز رو داریم، بحث ترید هیستوری، بعد اینکه این گزینه‌ها بحث معاملاتی که به هر حال شما باز دارید، بعد اوردرهایی که گذاشتیم، بعد تریدهایی که انجام دادید و دارایی و این چیزهایی که اینجا برای شما نشون داده میشه. شما میتونید از این گزینه‌ها استفاده کنید، صفحه زیاد سخت نیست گزینه‌ها و در حالت دمو دوستان دقت کنید شما نمیتونید معاملات دمو داشته باشید و صرفا معاملات واقعی عرض کنم که اثبات فقط و فقط در حالت واقعی میشه و دمو نمیشه معاملات اثبات رو انجام داد. خب من توی این قسمت سعی کردم خیلی خلاصه بهتون نحوه انجام معاملات در حالت هم مارکت و هم لیمیت صرافی تپید رو بهتون آموزش بدم که به راحتی بتونید از این گزینه استفاده کنید. حالا توی قسمت‌های بعد نحوه انجام معاملات در حالت اثبات فیوچرز رو توی موبایل هم میخوام بهتون آموزش بدم، پس اگه لازم داشتید میتونید این قسمت هم ببینید و از این مورد استفاده کنید. ممنون از این که تا اینجا قسمت همراه من بودین. بریم که قسمت بعد من نحوه انجام معاملات در صفحه فیوچرز صرافی تپید رو بهتون آموزش بدم. تا قسمت بعد، خدا نگهدار شما.